Välkommen till Studio Sverige. خوش آمدید به استودیو سوئد. Idag har vi glädjen att ha Mikael Chimuli ifrån Uganda. امروز شادی این رو داریم که از مایکل چیمولی رو میخوایم گوش بدیم. Mikael har stått i bräschen för en väckelse i Uganda. میکائیل یکی از کسانی هست که در مرکزیت بیداری روحانی که در اوگاندا اتفاق افتاده است ایشون شرکت دارد. Hans erfarenhet hur landet var under våldsamt betryck under Idi Amin. تجربه ایشان از اینکه کشورش زیر ستم و فشاری بود از زمان ایدی امین، Men hur han har sett att genom bön hur landet har förvandlats. این رو دارد و دیده است که چطور به وسیله دعا کشور کاملا متحول و دگرگون شده Så det är en glädje att få hälsa Mikael välkommen. پس من این شادی رو دارم که میکائیل رو بهش خوش آمد När du بگیم. lyssnar på honom ska du veta att det Gud har gjort och gör i Uganda är han också mäktig att göra i Iran. پس وقتی که ایشون رو شنیدید بدونید که همون کاری رو که خداوند در کشور اوگاندا انجام داده است همون رو نیز با قدرت تمام میتواند در ایران نیز انجام دهد. Så Gud välsigna dig. پس خدا برکت بدهد شما را. سلام بر بینندگان عزیز، ستایش بر خدا باد. تشکر از وجود شما، تشکر برای اشتیاق و نیاز شدید شما به کلام خدا. خدا را تشکر می کنم برای این گرسنگی و تشنگی که خداوند در قلب شما نهاده است. بر این باور هستم که خدا این روز را ایجاد کرده و این روز را مقدر فرموده است تا ما به وسیله تلویزیون با یکدیگر ملاقات داشته باشیم، چه در اتاق نشیمن باشید چه در اتاق خواب باشید. خدا می تواند به شما دسترسی داشته باشد هر کجا که باشید. کتاب مقدس در مورد درازا و پهنا و عمق خداوند سخن میگوید. شما میدانید که خدای نامحدودی هست و میدانید که قدرت او قدرت نهایی است. شما میدانید که خداوند برای ملت ها زمانی را مشخص کرده است و مکان دقیقی را تا بتوانند آنها به عنوان انسان زندگی بکنند. در کتاب مزامیر خداوند صحبت میکند از فصل 119 آیه 126 در این مورد سخن میگوید که وقت است که خدا عمل کند. و اگر کتاب مقدس در مورد کار خدا سخن میگوید منظورش کار کردن عادی نیست. کلام خدا در مورد کار فوق العاده خدا سخن میگوید. خدا خارج از دنیای طبیعی شما میرود، خارج از دنیای جسمانی و او آن چیزی را لمس میکند که شما نمیتوانید لمس بکنید. او چیزی را تغییر میدهد که شما نمیتوانید تغییر دهید. دگرگون میکند آنچه را که شما نمیتوانید دگرگون کرد. وقتی که کتاب مقدس در مورد عمل خدا سخن میگوید به این معناست که خدا معجزه آسا کار میکند با آیات و نشانه ها. کتاب مقدس میگوید که از خدا امتها را بطلبیم و او به ما خواهد داد تا میراث ما گردند و انتهای عالم مالکیت خدا گردد. همکنون وقت آن است که خداوند حتی در ایران نیز عمل بکند، حتی در جامعه خودتون، حتی در خانوادهتون، در مورد زندگی زناشوییتون و در مورد بچه‌هایتون. الان زمان کار خداوند است. زمان کار خداوند است برای لمس ملت‌ها، برای لمس شهرها. هیچ چیز برای خدا غیر ممکن نیست. خدا قادر است تا هر غیر ممکن را ممکن سازد اگر تنها بتوانید ایمان داشته باشید. کتاب مقدس میگوید اگر ایمان داشته باشی و شک نکنی و به کوه بگویی حالا این کوه هر چه میخواهد باشد، بگویی که منتقل شو و به دریا افکنده شو، مطمئنا انجام خواهد گردید. همکنون وقت آن رسیده است. آری این وقت رسیده است که به کوه ها سخن بگویید. کوههایی هستند که حتی جلوی شما در ایران ایستادند. کوههایی از ترس، رنج، حتی عذاب، شاید جفا و تعقیب. هیچ چیزی نیست که خدا نتواند آن را عوض بکند. خدا میتواند غیر ممکن ها را عوض کند و آنها را به ممکن ها متبدل گرداند. کتاب مقدس در مورد توانایی های خدا سخن میگوید، قدرت تام و کامل خدا. این را در کتاب ناهوم فصل 1 و آیه 9 میگوید چه کسی میتواند بر ضد خدا تدبیر و توطئه کند؟ چرا مردمان شرارت را تصور میکنند؟ خداوند دفعتاً هلاک خواهد کرد و رنج و مصیبت برای بار دوم بر نخواهد خواست. اگر خداوند میگوید که برای بار دوم رنج و مصیبت بر نخواهد خواست،
منظور او دقیقاً همان است. دومین بار بر نخواهد خواست. کتاب مقدس میگوید عیسی خواهد آمد و وقتی میآید تا کارهای شیطان را در هم کوبد و خراب کند. دقت کنید که عیسی نیامد تا شیطان را زخمی کند، نیامد تا شیطان را مجروح کند، او نیامد تا شاید شیطان را سوراخ کند، بلکه آمد تا شیطان را خراب کند، تا آن را در همون لحظه هلاک کند. الان میبینید که کسی نگران است. بله من میبینم، بله، و اینک این شما هستید که نگران شرایط اطرافتون هستید. شاید شما نگران موقعیت هستید، اما به موقعیت نگاه نکنید، بلکه به عظمت خدایتان بنگرید. به خدای الیاس نگاه کنید که با آتش جواب داد و در عرض یک روز همه انبیاء بعل دیگر وجود نداشتند. انبیاء بعل به نظر قدرتمند می رسیدند و تمام اسرائیل را رهبری می کردند و اسرائیل از آنان در هراسان بودند. الان به جولیات فکر بکنید. او یک مردی بود. به پسری که جولیات را زد نگاه بکنید. جولیاتی که وسط راه شما ایستاده است کیست؟ من یک چیزی را می دانم که این خداست که قدرت تمام و کمال است. تمام قدرت های دیگر همه محدودند. قدرت انسانی محدود است، قدرت دشمن محدود است، اما قدرت خدا نهایی و کامل است. این به زمان بستگی دارد. در زمان معین او فصلها را تعویض می کند. او فصلها را در ایران عوض خواهد کرد. بله، او چیزهایی را در جامعه شما عوض خواهد کرد. او قادر است که چیزهایی را در خانواده شما عوض کند، حتی در زندگی زناشویی شما. این زمانی نیست که نگران باشیم. این زمان آن است که خداوند را بخوانیم. میدانم که دعا میتواند همه چیز را انجام دهد. خدا در این مورد در کتاب ارمیا سخن میگوید، فصل 33 آیه 3: مرا بخوان و تو را اجابت خواهم نمود، من تو را از چیزهای عظیم که آنها را ندانسته ای با خبر خواهم ساخت. خدا به ما سلاح‌های قدرتمندی عطا کرده است، سلاح‌هایی که هیچ انسانی نمیتواند فرو نشاند. خدا به ما یک سلاح دعا عطا کرده است. سلاح دعا میتواند دژها و قلعه ها را منتقل کند. سلاح دعا میتواند سوالات متعددی را که ما در دل خود داریم جوابگو باشد. میخواستم تنها به شما بگویم که به خداوند اعتماد کنید و در مقابل او با دعا حاضر شوید و وقتی که این کار را کردید، خداوند کارهایی انجام خواهد داد که شما هرگز نمیتوانستید تصور کنید که او قادر به انجام آنها باشد. کتاب مقدس در مورد تعدادی از مردمان سخن میگوید که آنها دعا میکردند. به یونس نگاه بکنید. اگرچه در شکم ماهی بود، او نزد خدا فریاد کشید و خدا او را شنید. خدا مردی را که در عمق دریا بود شنید. شاید یک اقیانوس بود، ولی آن مرد در شکم ماهی بزرگی یا کوسه‌ای بود، نمیدانم، شاید یک وال بود، اما خدا او را شنید و اجابت کرد. خدا پولس و سیلاس را شنید. آنها در زندان نشسته بودند. شاید شما هم در آنجا که هستید انگار در زندان نشسته اید. شاید شما در زندانی هستید که آزادی پرستش ندارید، آزادی ندارید که ایمانتان را ابراز کنید. شاید شما نمیتوانید در مورد کارهای خداوند در زندگیتان شهادت دهید و هراسان هستید و فریاد کمک میزنید. اما روزی خواهد آمد که دروازه های زندان لرزان خواهند شد. به دعا ادامه دهید، به ستایش خداوند ادامه دهید. هنگامی که پولس و سیلاس به ستایش و پرستش خداوند مشغول بودند و بعد از آن دعا کردن، دروازه های زندان لرزیدند. خدا قادر است که زلزله ای الهی ایجاد کند تا بتواند زندان های روحانی را بلرزاند. هر آنچه که شما به آن بنگرید و احساس کنید، خدا واقعا میتواند با آن مقابله کند و یا رویارویی کند. آری، این امکان پذیر است. خدا میتواند با آن زندان رویارویی کند. میخواستم شما را تشویق کنم که دعا اسلحه است. دعا مانند یک کابل انتقال عمل میکند. وقتی که به الکتریسیته نگاه کنید، میفهمید که بین این قدرتی که ما از نور آن استفاده میکنیم و یا از تلویزیونی که مقابلش نشسته اید، بین این قدرت و آن وسیله‌ای که از آن استفاده میکنیم میبایست یک کابل انتقال موجود باشد تا بتواند قدرت را به وسیله‌ای که شما از آن استفاده میکنید، حال میخواهد روشنایی باشد یا تلویزیون باشد که آن را تماشا میکنید یا برقی که از آن استفاده میکنید. اما بدون این کابل انتقال که شما را به مولد نیرو وصل میکند، نمیتوانید از الکتریسیته استفاده کنید. پس دعا و کابل انتقال روحانی که قدرت خدا را انتقال میدهد از قدرت ابدی مولد نیرو، در حقیقت
این خود خداست. کابل انتقال روحانی دعاست و ما الان آن را مصرف می‌کنیم. دعا را آزمایش بکنید و شما مایوس نخواهید شد. دعا می‌تواند کوه‌ها را جابجا کند. دعا می‌تواند معجزات را حاصل کند. هنگامی که دعا می‌کنیم جان‌ها نجات می‌یابند، ملت‌ها تغییر می‌یابند، مردم تبدیل کیش می‌دهند. اگر که دعا بکنیم بسیار چیزها رخ خواهد داد. کتاب مقدس میگوید اگر کسی در بین شما بیمار باشد مشایخ کلیسا را بخواند و آنها برای شما دعا خواهند کرد. اگر هر کسی دچار زحمت است شما باید برای آن دعا کنید. دعا میتواند هر کاری را انجام دهد. خدا میتواند انجام دهد. و امروز میخواهم این سلاح قدرتمند را به یاد شما بیاورم. هر وقت که شما در نومیدی فرو میروید، هر وقتی که شما در روح کم و اندک میگردید، هرگاه که حس میکنید باز ایستاده اید، خداوند گفته است که آن را به پایان خواهد رسانید و آن رنج و مصیبت بار دوم بر نخواهد خواست. الان وقت آن است که خداوند عمل کند. این کلامی است که به شما میدهم، شما را با آن وامیگذارم. الان زمان کار خداوند است. میخواهم این کلام را بگیرید و به وسیله آن دعا بکنید و خواهید دید که خدا چقدر قادر است به وسیله دعاهایتان به انجام برساند. این یک سلاح قدرتمندی است. من آن را آزمایش کردم. من دیدم که خدا کارهای زیادی کرده، معجزات در همه این چیزها. چرا شاگردان عیسی از وی پرسیدند و تنها یک چیز از او درخواست کردند تا به آنها تعلیم دهد؟ آنها دیده بودند که عیسی مردگان را زنده می کند، دیده بودند که بر روی آب راه می رود، دیده بودند که مریضان را شفا می بخشند. چرا از عیسی نپرسیدند چطور مریضان را شفا می دهی و یا معجزات را چگونه انجام می دهی و یا چطور بر روی آب راه می روید؟ به جای این از او پرسیدن چگونه دعا کنیم، چگونه وقتی که دعا می کنیم معجزات اتفاق می افتند. وقتی دعا می کنید جانها نجات می یابند. وقتی ما دعا می کنیم شفا رخ می دهد. خیلی چیزها اتفاق می افتند حتی بدون اینکه ما از آن چیزی بدانیم. به پتروس نگاه بکنید. وقتی که در زندان بود، انجیل می گوید شاگردان در خانه مریم مادر یوحنا مرقس جمع شدند و تمام شب را در دعا برای پتروس گذراندند. و باز انجیل میگوید که در آن شب فرشته خداوند به داخل زندان نفوذ کرد. چرا افراد امنیتی، نگهبانان و دروازه‌های زندان در دروازه‌های زندان نشسته بودند و ندیدند که فرشته وارد زندان شود و به آنجا رخنه کنند؟ فرشته قفل و زنجیرهای پتروس را باز گشود و آن را به خارج از زندان منتقل کرد و خود پتروس خیال میکرد که خواب و رویا میبیند. اما این چه بود؟ این جواب دعای شاگردان که در خانه مریم جمع شده بودند بود. این را در کتاب اعمال فصل 12 بخوانید. خدا جواب دعا را معجزه آسا داد. نگهبانان بیدار شدند و متوجه شدند که پتروس از آنجا رفته است، ولی درها همه بستند. آنها تعجب کردند که او کجاست. شاید بعضی نگهبانان زندگیشون را به عیسی تقدیم کردند. میدانید که چیزی که من در مورد قدرت موجود در دعا فهمیدم این است: دعایی که خطاب به یهوه باشد، خدا و خداوند، خدای کتاب مقدس، به وسیله نام عیسی، هنگامی که ما نزد پدر دعا میکنیم به وسیله نام عیسی دعا میکنیم و آنها به وقوع خواهند پیوست. پس ترسان نشوید، تنها نزد خدا فریاد زنید. هر اسارتی، هر رنج و مصیبتی، هر جور و ستمی و هر آزار و جفایی که باشد، خدا قادر است تا آن را به پایان رساند و دیگر برای بار دوم بر نخواهد خواست. وقتی که خدا با جولیاد رویارو شد، او دیگر برای بار دوم بر نخواست. خدا با انبیاء بعل مقابله نمود و آنها بار دیگر بر نخواستند. این خدا بود که همه آنها را انجام میداد. او قادر است هر سیستمی را که در راه توسعه پادشاهی خدا بایستد و مانع ایجاد کند، آنها را در هم بشکند. به امپراتوری بابل نگاه بکنید. نبوکدنصر یک سیستم بسیار قوی را دارا بود، اما خدا آن را لرزانید و در هم شکست. تنها 4 مرد، دانیال، صدرک، میشک و ابدنگو، دانیال سیستم بابلی را در هم کوبید. به موسی نگاه بکنید. او سیستم فرعونی را تکان داد. آیا خدا قادر است سیستمی را که مانع پادشاهیش است لرزان بگرداند؟
کتاب مقدس میگوید زمانی خواهد آمد که پادشاهی این دنیا پادشاهی خدا خواهد گشت. تنها دعا کنید بگذار پادشاهیت در ایران بیاید، بگذار اراده تو در ایران در جامعه من انجام گردد، بگذار پادشاهی تو هم در خانواده من و هم در میان اقوام و خویشان من بیاید، بگذار اراده تو انجام گردد، بگذار پادشاهی تو بیاید. وقتی برای آمدن پادشاهی خدا دعا میکنید شما اولویت‌های خدا را دعا میکنید. خدا میخواهد که پادشاهیش بر زمین تثبیت شود و برقرار شود. در حقیقت شما دل خدا را لمس میکنید اگر شما این کار را بکنید. حقیقتا خدمت عیسی را انجام دادید. انجیل میگوید عیسی در دست راست خدای پدر نشسته و برای ما شفاعت میکند. شما تنها نیستید. عیسی برای شما در دعا شفاعت میکند و شما تنها نیستید. روح خداوند آنجاست تا شما را یاری دهد حتی در ضعف‌های شما. وقتی که نمیدانید چگونه دعا بکنید، وقتی احساس یأس و ناامیدی میکنید، وقتی که افسرده دل هستید یا در روح اندک و قلیل هستید. پولس در کتاب رومیان میگوید وقتی که نمیدانیم چگونه دعا بکنیم روح خودش ما را در ضعف و ناتوانیمان کمک میدهد. پولس خودش را اضافه میکند و نمیگوید که روح شما را در ضعف و ناتوانیتان کمک میکند. او میگوید روح ما را و خودش را هم در نظر میگیرد و خودش را اضافه میکند. او مردی بود که جور و جفا دیده بود. آنها او را مورد اذیت و آزار قرار داده بودند. او نمیتوانست کار زیادی انجام دهد وقتی که دست خداوند بر او بود. من میتوانم به شما بگویم وقتی خدا بگوید نه، هیچ شخصی نمیتواند آری بگوید. وقتی آری بگوید هیچ کس نمیتواند نه بگوید. وقتی خدا باز کند هیچ کس نمیتواند ببندد و خدا میبندد و هیچ کس نمیتواند باز کند. من میخواهم که ایمان شما بر خدا باشد. این غیر ممکن است که خدا را خوشنود ساخت بدون ایمان. با شک و تردید دعا نکنید. یعقوب میگوید کسی که دو دل و مردد است مانند موجهای متلاطم در دریاست که پس و پیش می شود و چنین شخصی نباید فکر کند که چیزی از خدا خواهد گرفت، زیرا که در همه راههای خود ناپایدار است. میخواهم بگویم که شک نکنید. باور داشته باشید که خدا قادر است کنار بگذارد. اگر آنها سنگی را که جلو قبر عیسی جایی که نگهبانان محافظت می‌کردند گذاشتند، خدا یک فرشته فرستاد تا سنگ را کناری گذارد. فکر نمی‌کنید که فرشتگان هنوز هم در حال عملیات هستند؟ کتاب مقدس میگوید که فرشتگان ما را خدمت می‌کنند. می‌خواستم فقط به یادتان بیاورم که آنها برای شما وجود دارند و من نمی‌خواهم که شما را ترسان باشید. خدا قادر است آنچه غیر ممکن است را انجام دهد و او قادر است غیر ممکن‌ها را ممکن سازد. فقط به خدا ایمان و توکل داشته باشید. بر او ایمان داشته باشید و او خواهد کرد. میخواهم بگویم میدانم شاید شما در فشارید، شاید حس کنید که هیچ آزادی ندارید، شاید احساس کنید که بر شما بسیار جور و جفا شده، ولی خدا قادر است که همه این آزار و اذیت‌ها را به شادی مبدل سازد. شاید الان پاره و گسیخته باشید، شاید در وقت صبح شادی در وقت صبح می آید و شادی در راه است، آرامش هم در راه است. خداوند قادر است اگر به او اعتماد کنیم هر کوهی را منتقل می کند. به او بگویید و به این کوه سخن بگویید. بله، قلعه های این کوه را که مقابل توست توبیخ کنید. عیسی آن قلعه ها را توبیخ می کرد، اما به ما گفت که به کوه ها سخن بگوییم و در حزقیال به ما می گوید که بر استخوان های خشک نبوت کنیم. آیا استخوان خشک اطرافت می بینی؟ بر آنها نبوت کن و خدا کاری خواهد کرد که مافوق فهم بشر باشد. کاری را که شما نمی توانید انجام دهید خدا قادر است انجام دهد. برای همین که من در ابتدا گفتم این بود که الان زمان آن است که خدا عمل کند. در کتاب مزامیر 119 آیه 126 نوشته شده است الان زمان آن است که در ایران عمل کنی ای خداوند. همکنون وقت آن است ای خداوند که در خانواده این مرد که مرا تماشا می کند عمل بکنی. دعا می کنم برای یک ملاقات قدرتمند برای ایران ای خداوند، در نامی که مافوق جمیع نام هاست. آره، این خانمی را که مرا می بیند، آن کودکی که مرا می بیند، این خانواده که مرا تماشا می کنند، خداوندا این است دعای من امروز. همه آنها را تو لمس
لمس بکنه خداوند. نگذار که در انتظار طولانی باشند. الان زمان توست ای خدا که عمل بکنی. هنگامی که مردمان احکام و فرایض تو را نگاه نمی‌دارند، زمانی که مردمان کلام تو را به جا نمی‌آورند، این وقت توست ای خداوند که مداخله کنی. پس امروز از خدا بخواهید برای مداخله الهی در ملت شما، در جامعه شما، حتی در شهر شما، در همسایگی شما، در خانواده شما، در بین همه خویشاوندانتون، برای مداخله الهی دعا کنید تا خدا بار دیگر پا میان گذارد. به آن روزی که خدا دریای سرخ را بس فکر کنید و همه ارتش مصری را بدون خدا آنها هلاک شدند. خدا مسلسلی را بیرون میکشد. خدا قادر مطلق است. او هنوز هم معجزات انجام میدهد. چرا؟ چون او تغییر ناپذیر است. اگر این را به خاطر بسپارید، خدا تغییر نمی کند. او همان است که بوده است و هست و تا به ابدالآباد خواهد بود. آنچه را که خدا به اسرائیلیان در قدیم الایام انجام داد میتواند همان را هنوز هم انجام دهد. آنچه را که او در مدت زمان رسولان انجام داد در کتاب اعمال هنوز هم میتواند انجام دهد. به یاد داشته باشید که کتاب مقدس میگوید جلال خانه آخر بهتر از آن پیشین خواهد بود. کتاب مقدس تحقیقاً به ما میگوید او زمین را از جلال خودش خواهد پوشاند، همچنان که آبها دریا را میپوشانند. وعده های خدا را به یاد بیاورید، وعده های او را نگاه دارید و خدا را بخوانید. او خواهد آمد و شما را یاری خواهد رسانید. خدا را بخوانید و خون عیسی را بطلبید. عیسی را بخوانید. مانند بارتیمئوس باشید. او نابینا بود. بسیاری از مردم عیسی را مشاهده میکردند. عیسی از میان اریحا میگذشت، ولی بارتیمئوس پرسان کرد، گفت به خاطر چیست این شلوغی و این چه خبر است اینجا؟ آنها گفتند عیسی از اینجا میگذرد. و بارتیمئوس شروع کرد و با صدای بلند میگوید که ای عیسی پسر داوودا، بر من رحم کن. همینطور هم شما فریاد برآورید. عیسی جواب داد و گفت آن مرد را نزد من بیاورید. و از وی پرسید چه میخواهی برایت کنم؟ و دید که او نابینا بود، اما باز هم از وی پرسان گردید. عیسی امروز از شما میپرسد از من چه میخواهی تا برایت بکنم؟ به او بگو، فریاد زن، سخن بگو. او میداند و دوست دارد که تو سخن بگویی. آن وقت است که همانطور که بارتیمئوس نابینا جواب داد، همان جواب را به شما هم خواهد داد. و به او گفت شفا یاب، زیرا ایمانت تو را شفا داده است. بر خدا ایمان داشته باش و معجزات را خواهید دید. آیات و نشانه ها را خواهید دید. می توانم با تو در خانه دعا بکنم. دستانتان را دراز بکنید و بگذارید دعا بکنید. پدر آسمانی، تشکر میکنم برای مردمانی که تماشا میکنند. میخواهم تشکر کنم برای آنانی که مرا میبینند. وقتی تو را شاید اونها تو را نمیشناسند و هنوز تو را دریافت نکردند، دعا میکنم که امروز روزی باشد که آنها تو را بپذیرند. انجیل میگوید هر کس که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. خداوند شما را نجات دهد هنگامی که نام او را میخواند. پس فقط او را بخواند. عیسی پسر خدای زنده، نجات ده مرا ای خداوند. لمس کن مرا. به او اعتماد کنید و او انجام خواهد داد. او هر احتیاجی را که در این خانه داشته باشید را برآورده خواهد کرد. هر بیماری را ملاقات خواهد کرد و شفا خواهد داد. دعا می کنم برای یک ملاقات قدرتمند برای ایران، در نامی که مافوق جمیع نام هاست، نام عیسی مسیح، آن پسر خدای زنده. خداوند خدا شما را برکت دهد و با شما باشد و برکات بر شما باشد تا باران آخرش، جلالش و روحش بر شما آید، بر خانه شما، بر شهر شما، بر همسایگان شما و بر جامعه شما. Jag synger en sång om läkedom, om frihet, om kraft, om liv och hälsa från vår Gud. För dubbelt bäcken flyter fram, den är full av leven och han som bringar liv och hälsa och frihet och frälse från vår Gud. Allesammans synger vi om navn över alla namn. Namnet över alla namn är Jesus. Ingen är över, ingen är sidan av namnet Jesus. Namnet över alla namn. Namnet över alla namn är Jesus.
frelse fra vår Gud. La oss forkjenne i kveld at det er noe mer enn musikk, noe mer enn toner, noe mer enn show, noe mer enn konsert. En berøring av din herlighet, Jesus. Hør sangen ifra himmelen. Den bringer liv og håp fra frelseren og gjør den syke frisk og sterk igjen. For Golgata seieren og troens ord fra Bibelen bringer liv og helse. Den bringer frihet og frelse fra vår Gud. Løft dine hender og syng hele ditt hjerte. Over alle navn, navnet over alle navn, er Jesus. Jesus, Navnet over alle navn, ja, navnet høyt over alle andre navn er Jesus. Jesus, overflod av kildevann, det var strømmer ifra ham, og det bringer liv og helse. Det bringer frihet og frelse fra vår Gud. Og her i kveld er det mange som må rive seg løs og legge på svøm i dobbeltbekkens sterke strøm, og la Herrens kraft få lov å oppfylle din bønn. Så flyt med åndens friske vind og pris ham med